Sorry I took so long. I got caught up with my paintings. Sorry I took so long. ببخشید خیلی طول کشید. Took so long گذشته take so long یعنی خیلی طول کشید. یعنی میگه خیلی طول کشید که اومدم ببخشید. I got caught up with my painting. این یه اصطلاحه. Got caught up with something یعنی درگیر یه چیزی بودن که میگه got caught up with my painting یعنی درگیر نقاشیم بودم. Sorry I took so long. I got caught up with my paintings. I heard so much about you. We've met 20 times already. به بابای دوست پسرش میگه I've heard so much about you. من خیلی درباره شما شنیدم. I've heard مخففه I have heard. ساختارش چیه بچه ها؟ present perfect حال کامل. have به علاوه شکل سوم فعل hear به معنی شنیدن. We've met 20 times already. ما تا الان 20 بار هم دیگه رو دیدیم. اینجا هم ساختار حال کامله. have به علاوه شکل سوم فعل met به معنی ملاقات کردن شده. We've met یعنی ما ملاقات کرده ایم 20 بار 20 times already تا الان. I heard so much about you. We've met 20 times already. Happy 100 days. Happy 100 days. 100 روزگی مبارک. به ازای هر روزی که از فراموشیش گذشته یه گل آفتابگردون بهش داده. اینم گل 100میه که میگه 100 روزگی مبارک. I've lost my appetite. از اونجایی که باباش به شدت مخالفه میگه I've lost my appetite. من اشتهامو از دست دادم. I've lost هم ساختارش دوباره حال کامله. have به علاوه شکل سوم فعل lose به معنی از دست دادن شده. و بچه appetite یعنی اشتها. پس I've lost my appetite یعنی اشتهامو از دست دادم. I've lost my appetite. Think about what I've said. Think about what I've said. درباره چیزی که گفتم فکر کن. Think about یعنی فکر کردن درباره what I've said. What وسط جمله وقتی میاد چیزی که ترجمهش کنید و I've said هم دوباره ساختار حال کامله. have به علاوه شکل سوم فعل say به معنی گفتنه. I've said یعنی گفتم. Think about what I've said. What's he talking about? Nothing. What's he talking about? اون داره درباره چی حرف میزنه؟ اینجا جمله پرسشیمون حال استمراریه چون talk ing گرفته. What's he talking about؟ درباره چی داره حرف میزنه؟ که میگه nothing هیچی. What's he talking about? Nothing. Ari, look it. Ari, look it. Ari ببین اینو. These two guys run into each other while they're both robbing the same bank, but they don't know that. These two guys who run into each other. این دو نفر که به همدیگه برخورد میکنن داره داستان فیلمو براش تعریف میکنه. These two guys یعنی این دو نفر who run into each other. Run into each other یعنی برخورد میکنن به همدیگه. While they're both robbing the same bank. در حالی که هر دوی اونها از یک بانک دزدی کردن. rob یعنی دزدی کردن. ing گرفته. چرا؟ چون زمان این جمله حال استمراریه. The same bank هم یعنی یه بانک. But اما they don't know that. اونها این رو نمیدونن. These two guys run into each other while they're both robbing the same bank, but they don't know that. A third robber beats them to it and ties them up. خب اینجا میزنه تو ذوقش که یعنی من داستان رو کامل میدونم. A third robber beats them to it and ties them up. دوز سوم اونا رو به حد مرگ کتک میزنه و دست و پاشون رو میبنده. Third یعنی سوم و رابر یعنی دزد سینونیم با thief هم یعنی دزد. این رابر از همون فعل راب به معنی دزدی کردن گرفته شده. راب یعنی دزدی کردن، رابر یعنی دزد. و بچه‌ها beats them to it یه اصطلاحه یعنی به سرحد مرگ کتک زدن. And ties them up. ببینید هم beats اس سوم شخص گرفته هم ties them up. اون tie them up بوده که اس سوم شخص بهش دادن چون زمان این جمله حال ساده است. وقتی میگیم tie someone up یعنی بستن دست و پای اون یه نفر، حالا میگه tie them up یعنی دست و پای اونا رو میبنده. A third robber beats them to it and ties them up. I know. At this point, I could quote the movie word for word. I know, میدونم. At this point, I could quote the movie word for word. توی این مرحله من میتونم فیلم رو کلمه به کلمه نقل قول کنم. یعنی میگه دیگه از حفظم این فیلم رو. At this point یعنی توی این مرحله، توی این نقطه‌ای که هستی. I could
quote یعنی نقل قول کردن و از اونجایی که word یعنی کلمه word for word هم یعنی کلمه به کلمه. I know. At this point, I could quote the movie word for word. Have you seen this before? Have you seen this before? تو قبلا یا دیدی؟ این جمله پرسشی ساختارش حال کامله چون have داریم به علاوه شکل سوم فعل چی؟ see به معنی دیدن که شده seen. Have you seen یعنی دیدی این رو before قبلا. Have you seen this before? Yeah. But I like seeing you enjoy things like they're brand new. Yeah, but I like seeing you enjoy things like they're brand new. آره اما خوشم میاد میبینم تو از چیزایی که انگار نو هستن و جدید هستن لذت میبری. I like seeing you یعنی خوشم میاد از اینکه تو رو میبینم. بعد از like بچه‌ها فعلی که میاد یا باید با ing همراه باشه یا اگه بخوایم به شکل ساده استفادهش کنیم مثلا بگیم I like see حتما باید قبلش to بیاریم. I like to see یا باید بگیم I like seeing. حالا اینجا گفته I like seeing you یعنی خوشم میاد که تو رو ببینم. Enjoy things like they're brand new یعنی لذت ببری. اینجا یعنی لذت بردن، لذت ببری از چیزهایی که انگار اونها جدید هستند. But I like seeing you enjoy things like they're brand new. You should probably answer it. Might be an emergency. You should probably answer it. تو باید احتمالاً اینو جواب بدی. Probably سینونیم هم معنیه با maybe یعنی احتمالاً و might be an emergency یعنی ممکنه یا شاید که اون یک مورد اضطراری باشه. You should probably answer it. Might be an emergency. It's just Nate. He wants to finish the doc tonight. It's just Nate. این فقط نیته. He wants to finish the doc tonight. اون میخواد که مستند رو امشب تموم کنه. یعنی برنامه فیلمسازی و مستندسازیشون رو دوستش نیت پیام داده که میگه بیا تمومش کنیم. Want to بعد از want to فعل به شکل ساده میاد که اینجا want خودش اس گرفته اس سوم شخصه. میخواد تموم کنه چیو؟ The doc. Doc مخفف documentary هست یعنی مستند. It's just Nate. He wants to finish the doc tonight. I'll meet up with him after the movie. I'll meet up with him after the movie. من با اون بعد از فیلم قرار میذارم. I'll meet up مخفف I will. اون I'll زمان آینده رو میگه یعنی میگه بعداً باش قرار میذارم چون meet up with someone یعنی قرار گذاشتن برای ملاقات با کسی. I'll meet up with him after the movie. It's getting kind of late already. Are you sure you want to keep him waiting? It's getting kind of late already. الانش هم داره یه جورایی دیر میشه. Get late یعنی دیر شدن. حالا میگه it's getting زمان حال استمراریه یعنی میگه همین الان چون الانه داره حال استمراریش میکنه ing میده. It's getting kind of هم یعنی یه جورایی kind of late already. Are you sure you wanna keep him waiting? Are you sure یعنی مطمئنی که you wanna مخففه you want to یعنی میخوای که keep him waiting. بچه بعد از keep اگه یه فعلی که میاریم ing دار باشه مبنی بر استمرار اون فعله. حالا میگه keep him waiting یعنی اون رو منتظر بذاری همینجوری بمونه یعنی ادامه دار باشه انتظارش. It's getting kind of late already. Are you sure you want to keep him waiting? Yeah, if you're staying because of me, it's okay. I'll be okay. Yeah, if you're saying because of me, that's okay. I'll be okay. آره اگه به خاطر من داری میمونی من مشکلی ندارم اوکیم. Stay یعنی موندن ing گرفته زمان این جمله حال استمراریه. You're staying یعنی اگه داری میمونی because of me به خاطر من that's okay. مشکلی نیست اوکیه. Yeah, if you're staying because of me, it's okay. I'll be okay. Yeah, don't worry. She's got her bestie, and I'll make sure to take good care of her. Yeah, don't worry. آره نگران نباش. She's got her bestie. اون بهترین دوستش رو داره. bestie یه اصطلاح عامیانه است به بهترین رفیق و بهترین دوست میگن. و she's got مخفف she has got ساختارش دوباره حال کامله به معنی که داره بهترین دوستش رو داره. And I'll make sure to take good care of her. و من مطمئن میشم که ازش خوب مراقبت میکنم. I'll مخففه I will یعنی مطمئن خواهم شد چه make sure معنی مطمئن شدن و مطمئن بودنه. To take good care بچه take care of someone یعنی مراقبت کردن از کسی. حالا میگه take good care of her یعنی به خوبی مراقبت کنم از اون. Yeah, don't worry. She's
She's got her bestie, and I'll make sure to take good care of her. You sure? Are you sure؟ مطمئنی؟ I'll be right back. Be Okay? safe. I'll be right back. الان برمیگردم. I'll مخففه I will be right back یعنی الان برمیگردم که در جواب بهش میگه be safe. be safe بچه ها یه جورایی یعنی در امان باشی، چون safe یعنی امنیت. I'll be right back. Be Okay? safe. I love this movie. I love this movie. من این فیلم رو دوست دارم. My guy, Coop. I thought you said we needed to work on our film. Hi guy Coop. I thought you said we needed to work on our film. رفیق من Coop. My guy یعنی رفیق من. I thought you said. من فکر کردم که تو گفتی. Thought گذشته think به معنی فکر کردنه و said هم گذشته say به معنی گفتن. پس میشه من فکر کردم که تو گفتی ما لازمه که کار کنیم روی فیلممون. need یعنی لازم بودن، نیاز داشتن و چون که راجع به زمان گذشته داره حرف میزنه ایدی داده به فعلش. We needed to work یعنی لازم داشتیم که کار کنیم on our film روی فیلممون. My guy, Coop. I thought you said we needed to work on our film. Yeah, well, consider this field study. First thing I want you to study is her. Yeah, well, consider this field study. آره، این مطالعه میدانی رو در نظر بگیر. Consider یعنی در نظر گرفتن. This field study به یه مطالعه میدانی میگن. The first thing I want you to study is her. به اون دختر اشاره میکنه و میگه اولین چیزی که میخوام دربارش مطالعه کنی اونه. The first thing یعنی اولین چیزی که I want you to study یعنی من از تو میخوام که مطالعه کنی is her اونه. Hey, come on, man, be polite. Hey, come on man, be polite. Hey, بی خیال رفیق، مؤدب باش. Come on man یعنی بی خیال رفیق و polite یعنی ادب. به یکی میگیم be polite یعنی با ادب باش، مؤدب باش. Hey, come on, man, be polite. And be a good director and chat her up. And be a good director and chat her up. و یه کارگردان خوب باشه باهاش گپ بزن. Director یعنی کارگردان و بچه chat someone up یعنی گپ زدن با یه نفر. حالا میگه chat her up یعنی با اون گپ بزن. And be a good director and chat her up. What? Hey. برجستگی سرشو دست زده میگه what is this؟ این چیه؟ Ari, I have a scar on my head. Ari, I have a scar on my head. آری من یه جای زخم روی سرم دارم. scar به جای زخم میگن. برجستگی که ناشی از جای زخمه. On my head روی سرم. Ari, I have a scar on my head. Does this have... This is what the scrapbook's for. Does this have این داره جملهشو ناتموم میذاره میگه This is what the scrapbook's for. این چیزیه که دفترچه خاطرات برای اونه. یعنی میگه انقدر از من نپرس، برو همون دفترچه تو نگاه کن که یادت بیاد. Scrapbook's for مخففه scrapbook is for یعنی دفترچه خاطرات برای اون هست. اینجا بیشتر از این عصبانی میشه که آری داشت اسم خودش رو زیر نقاشی لکسی مینوشت که یهو این اومد تو و حواسشو پرت کرد. Does this have... This is what the scrapbook's for. I am not explaining this for the 1000th time. I'm not explaining this for the 1000th time. من اینو برای بار هزارم توضیح نمیدم. Explain یعنی توضیح دادن. میگه I'm not explaining تو زمان حال استمراری منفیش کرده. هم not داده به فعل و هم ing داره. I'm not explaining یعنی توضیح نمیدم. 1000 یعنی هزار. بچه th آخر هر عددی بیاد همون ماه توی فارسی. مثلا میگیم سوم، چهارم، هزارم. اینجا وقتی میخوان بگن هزارم میگن 1000th time یعنی بار هزارم. I am not explaining this for the 1000th time.
You're a victim of a hit and run. Can you recall any details of that accident? You were a victim of a hit and run. شما قربانی یک تصادف و فرار از صحنه تصادف شدین. were آورده فعل to be زمان گذشته، اتفاقیه که براش تو زمان گذشته افتاده داره اونا رو به خاطر میاره. victim یعنی قربانی. حالا میگه victim of a hit and run. hit and run به تصادفایی میگن که وقتی که یه نفر میزنه به یکی در میره، فرار میکنه. حالا میگه قربانی اون حادثه ای. Can you recall any details of that accident? میتونید جزئیاتی از اون تصادف رو به یاد بیارید؟ Can you یعنی آیا میتونید؟ بچه تو لهجه امریکن can نخونید. Can you recall هم سینونیم با remember یعنی به یاد بیارید any details جزئیاتی رو، چون detail یعنی جزئیات. جزئیات چی؟ of that accident اون تصادف رو. You're a victim of a hit and run. Can you recall any details of that accident? I don't even remember getting hit. I don't even remember getting hit. من حتی یادم نمیاد که ضربه‌ای خورده باشم. Even یعنی حتی. با do not اگه یه فعل رو منفی کنیم زمانش در واقع حال ساده است، ولی تو فرم منفی دیگه، چون do not میشه don't مخففش. I don't even remember یعنی حتی یادم نمیاد و get hit به معنی کتک خوردن، ضربه خوردن، یه همچین معنی میده. I don't even remember getting hit. She's had a traumatic brain injury and it's affected her memory. She suffered a traumatic brain injury. اون دچار یک آسیب مغزی شده. She's suffered. ساختارش بچه پسیوه. هر وقت فعل to be دیدید که به علاوه شکل سوم یک فعل شده میشه ساختارش مجهول یا پسیو. یعنی دچار شده a traumatic brain injury and it's affected her memory. و این آسیب روی حافظش تأثیر گذاشته. Affect یعنی تأثیر گذاشتن. اینجا هم ساختارش مجهوله چون که it is و بعدش هم بعد از is که یه فعل to beه شکل سوم فعل affect اومده شده affected یعنی روی حافظش تأثیر گذاشته. She's had a traumatic brain injury and it's affected her memory. Will I ever remember? Will I ever remember? آیا هرگز به یاد خواهم آورد؟ will آورده فعل کمکی زمان آینده میگه یعنی بعدنها یا هرگز ever یعنی آیا هرگز به یادم ممکنه بیاد این فراموش به این بره. Will I ever remember? Oh, Lex! What is it? Oh my gosh, Lex. خدای من Lex که میگه what is it؟ چیه؟ Looks like Cooper isn't working on his film. اون عکس جعلی که از دوست پسرش کوپر گرفته بودن و نشونش میده. Looks like Cooper isn't working on his film. انگار که کوپر روی فیلمش کار نمیکنه. Looks like یعنی انگاری که Cooper isn't working زمان حال استمراریه که منفی شده یعنی کار نمیکنه on his film روی فیلمش. Looks like Cooper isn't working on his film. So, do you like documentaries? So, do you like documentaries? خب تو مستندها رو دوست داری؟ So یعنی خب. Do you like آیا دوست داری؟ تو زمان حال ساده از فعل کمکی do استفاده شده و documentary یعنی مستند که اسم جمع بهش داده شده مستندها. So, do you like documentaries? I'm not really into documentaries, but I am into you. I'm not really into documentaries. من واقعا علاقه‌مند نیستم به مستندها. I'm into something وقتی میگیم یعنی علاقه‌مندم به چیزی، برام جالبه اون چیز. که حالا میگه I'm not into یعنی نیستم علاقه‌مند به مستندها. But I am into you اما به تو علاقه‌مندم. فعل to be به علاوه into something یا someone بعدش میاد یعنی علاقه‌مند بودن به چیزی یا کسی که اینجا دوباره گفته من به تو علاقه‌مندم. I am into you. I'm not really into documentaries, but I am into you. Okay. Coop, wait up. Coop, wait up. Coop صبر کن. Wait up. Come on, man. You know you just ditched the hottest girl at the party. Come on, man. بیخیال رفیق. You know you just ditched the hottest girl at the party.
تو میدونی که الان جذابترین دختر مهمونی رو ول کردی؟ دیچ که ایدی گرفته شده دیچد تو زمان گذشته استفاده شده به معنی رها کردن و ول کردنه. hot girl یعنی یه دختر جذاب. حالا وقتی قبل یه صفت د میاد و به اون صفت est میدیم به صفت برترین تبدیل میشه. the hottest girl. دابل تی تو لهجه امریکن بچه صدای د میده، به خاطر همین بهش میگیم the hottest girl یعنی جذابترین دختر مهمونی. Come on, man. You know you just ditched the hottest girl at the party. Yeah, well, she's not Lexi, so I don't care. Yeah, well, she's not Lexi, so I don't care. آره، خب اون لکسی نیست، پس من اهمیت نمیدم یا برام مهم نیست. She's not Lexi یعنی اون لکسی نیست و I care وقتی میگیم یعنی برام مهمه و اهمیت میدم. میگه I don't care تو زمان حال ساده منفیش کرده، میگه یعنی برام مهم نیست. Well, she's not Lexi, so I don't care. Yeah, what's so special about that girl that she's got you wrapped around her finger? Yeah, what's so special about that girl? آره، اون دختر چه ویژگی خاصی داره؟ Special یعنی خاص. وقتی میگه what's so special about that girl یعنی چه ویژگی خاصی داره، چی درباره اون دختر انقدر خاصه. That she's got you wrapped around her finger که تو رو دور انگشتش حلقه کرده، تو رو دور انگشت خودش پیچیده. She's got you مخفف she has got you. اینجا ساختارش حال کامله، has به علاوه شکل سوم شده که فعلمون اینجا got wrapped به معنی پیچیدن، پیچوندن دور چی؟ around her finger. finger به انگشتای دست میگن و در واقع یه اصطلاحه کنایه از کسیه که خیلی دنبال یه نفره و خیلی بهش وصله. میگه یعنی اون چی کار کرده که تو رو انگار پیچونده دور انگشت خودش. Yeah, what's so special about that girl that she's got you wrapped around her finger? You want to know why I love her? You wanna know why I love her? تو میخوای بدونی که من چرا عاشق اونم؟ اینجا فعل کمکی do رو حذف کرده. خیلی وقتا تو مکالمه هاشون چون سریع میخوان حرف بزنن do رو حذف میکنن. Do you wanna بوده که فقط گفته you wanna یعنی تو میخوای که مخفف want to wanna که چیکار کنی؟ know بدونی why I love her چرا عاشق اونم؟ You want to know why I love her? You got this. You can do it. It's just a bike. اینجا یاد خاطرش افتاد روزی که لکسی رو دید. You've got this. You can do it. It's just a bike. لکسی اینجا داشته با دوچرخش سر و کله میزده. You've got this یعنی اینو داری، اینو گرفتیش. You have got it اینجا هم ساختارش حال کامله. You can do it تو میتونی اینو انجام بدی. It's just a bike هم یعنی این فقط یه دوچرخه است. bike همون بایسیکله یعنی دوچرخه. You got this. You can do it. It's just a bike. Need a hand? Need a hand کمک میخوای؟ need a hand یه اصطلاح کاملا عامیانه است. وقتی به یه نفر میخوام بگن که کمک لازم داری میگن need a hand. Need a hand? Whoa, hey! You saved me. You saved me تو منو نجات دادی. save اینجا به معنی نجات دادنه و فرمش گذشته است، به خاطر همین بهش ایدی داده شده. Whoa, hey! You saved me. I'd do it every day if I could. I'd do it every day if I could. من هر روز این کارو میکردم اگه میتونستم. I'd مخفف I would. I would do it یعنی انجام میدادم این کار رو every day هر روز if I could اگه میتونستم. could گذشته can به معنی تونستنه. I'd do it every day if I could. Thanks. She's the bravest person I know. Day after day, she has to relearn parts of her life. She is the bravest person I know. اون شجاعترین شخصیه که من میشناسم. brave یعنی شجاع، اینجا هم صفت برترینه چون د قبل از صفت اومده، خود صفت هم که est گرفته میشه شجاعترین شخص. person یعنی شخص که من میشناسم I know. day after day یعنی روز به روز یا هر روز. She has to relearn parts of her life. اون باید دوباره یاد بگیره بخشایی از زندگیشو. learn یعنی یاد گرفتن. وقتی میگه relearn یعنی دوباره یاد بگیره بخشایی از زندگیش رو. She's the bravest person I know. Day after day, she has to relearn parts of her life. But she never forgets who she is.
But she never forgets who she is. اما اون هرگز فراموش نمیکنه که کی هست. یعنی شخصیت خودش رو یادش نمیره، از شخصیتش خوشش میاد. Never یعنی هرگز و forget به معنی فراموش کردن اس سوم شخص گرفته. Who she is اون چه کسی است. But she never forgets who she is. She never fails to be kind, funny, caring. She never fails to be kind, funny, caring. اون هرگز از مهربون بودن، با نمک و فان بودن و دلسوز بودن دست نمیکشه. Fail to something یعنی دست کشیدن از کاری. اینجا گفته fails to be kind یعنی دست نمیکشه از اینکه مهربون باشه، فان باشه، caring هم به آدمای دلسوز میگن. She never fails to be kind, funny, caring. You know, my dad offered me $10,000 for our documentary if I broke up with her. You know, my dad offered me $10,000 for our documentary if I broke up with her. میدونی بابام به هم $10,000 برای مستندمون پیشنهاد کرد اگه که با اون به هم بزنم. یعنی میگه بابام گفت اگه باش به هم بزنی $10,000 بهت میدم. offer یعنی پیشنهاد کردن که ایدی گرفته، پس ساختار این جمله زمان گذشته است. offered me یعنی به هم پیشنهاد کرد $10,000 for our documentary برای مستندمون. if I broke up with her هم یعنی اگه با اون به هم بزنم. broke up with someone یعنی به هم زدن رابطه با کسی، گذشته break up هست. You know, my dad offered me $10,000 for our documentary if I broke up with her. But I turned him down. Yeah. But I turned him down. اما من اونو رد کردم. turn someone down یعنی رد کردن یه نفر که اینجا ایدی گرفته، زمان گذشته است. میگه I turned him down یعنی اونو رد کردم. But I turned him down. Yeah. That's how much I love her. That's how much I love her. اینه که چقدر زیاد دوستش دارم. یعنی میگه این توضیح رو دادم بفهم که پس چقدر زیاد دوستش دارم. That's how much I love her.